در شهر سنت پتربورگ روسیه لحظه غارت مبلغ بزرگ اسعار خارجی با دوربین ویدیو کامراهای نظارتی افتاده است. جبر دیده ها دو برادری که در بعضی میوه و سبزیجات کار میکردند و پلیس گفتند که صبح بر وقت 4 دکبر در کوچه ترکو 4 روزن از دست آنها یک بورخالته را با 500,000 دلار کشیده گرفتند. ولی پلیس میگوید وقتی بعد نیم ساعت در کوچه پراشتسکا 3 نفر از 4 نفر گمانبر را دستگیر کرد، از آنها همگی 20,000 دلار پیدا کردند، نه نیم میلیون که جبر دیده ها ادعا دارند. بازداشت شده ها 3 مهاجر، شریف جان 21 ساله، حسن جان 25 ساله و مراد علی 26 ساله نام برده می شوند. اما پلیس از گفتن نام کشور آنها خودداری کرد. آنها را تنها زادگان جمهوری جنوب نام برده است. در ویدیو نشر شده دیده می شود که حمله در کوچه ترکو صبح بر وقت 4 دکبر ساعت 6:50 وقتی روی داد که دو برادر به پیش ماشین خود می رفتند. همین لحظه از ماشینی که آنجا ایستاده بود 2 مرد برآمده به این 2 برادر حمله آوردند و یکی از آنها را که در کتفش بورخالته داشت زده از پای افت. بین این 4 نفر زن و زنی سر شد و باز 2 نفر دیگر به حملگران امرا شدند و در نتیجه توانستند که 4 کسه بورخالته را کشیده بگیرند و از جای حادثه فرار کنند. طوری به نظر می رسد حملگران از پیش می دانستند که در بورخالته مبلغ بزرگ پول نقد است. یکی از جبر دیده ها در عریضه‌اش به پلیس نوشته است که در بورخالته 500,000 دلار بود. او همچنین گفت که حملگران بر رویش از بالونچه گاز اشک‌آور پوشیدند و او آنها را شناخته نمیتواند. در رابطه با این حادثه با اتهام راهزنی پرونده جنایتی آغاز کردند و حتی اگر در بورخالته همگی 20,000 دلار هم باشد به غارتگران همچون جزا تا 10 سال زندان و جریمه به مبلغ تا 1 میلیون روبل تهدید میکند.